خیر مقدم میگم دوستان عزیز، به برنامه جنگ فرهنگی خوش آمدین. میزبان دو تا هنرمند خیلی خوب، نویسنده خوب هستیم. خانم مزارعی خب همشهریمون هنوزم هستن و همیشه هم لطف داشتن ما و دفعه دومه در واقع من میزبانشون هستم در این برنامه جنگ. دفعه اول به خاطر کتاب مینا بود که چند سال پیش بود، تازه اومده بود بیرون، دعوت کردم ازشون که پای صحبتشون نشستیم و این دفعه به خاطر کتاب جدیدی که چاپ شده که هرچند به هر حال صحبتش خواهد شد. کتاب جدید نیست، کتاب مجموعی از کتاب‌های سه کتاب قدیمیشون هستش که اینا نایاب شده بود و کاری کردن این سه تا رو با هم دیگه جمع کردن و به صورت یک کتاب در آوردن بیرون که تازه در اومده. نشر باران نشر ونکوور، بله ونکوور چاپ شده و الان کتابش اینجا موجود است. نویسنده دیگر، نویسنده که همشهری ما بود منتها رفت از اینجا و فکر کنم کسی که نون آب سندیگو رو خورده باز دوباره برگرده به سندیگو. یعنی مسئله‌ای که همه ما باش مواجهیم، هر کس اومده سندیگو هر جای دیگه که رفته باز برمیگرده به سندیگو. نمیدونم چه ویروس چیه داره، هواش به هر حال. نوشین وحیدی دوستان خوب ما هستن، از 2001 ایشون اومدن به سندیگو و بعد از یه مدتی رفتن الان به ایریا هستن. من از شما خواهش میکنم که همراهی کنید که این دو تا هنرمند رو دعوت کنم، دو تا دوست عزیزمون رو دعوت کنم به روی استیج، بعد به بیوگرافیشون و به کاراشون میپردازیم، بعدش هم در آخر پرسش پاسخ خواهیم داشت. بستگی داره که برنامه چطور پیش بره، شاید یه بریک بدیم وسطش که اون وسط‌ها شما شاید بخواید کتابا رو بخرین یا نه خدا نکرده کتابا رو بخرین، امضا بگیرین و بعد دوباره ادامه میدیم برنامه رو. ولی فعلا من کمک کنین که دوستان رو به استیج دارم. من بیوگرافی دوستان رو بیوگرافی مختصر میخونم واسه دوستانی که آشنا نیستن احیانا آشنایی پیدا بکنن. مهرنوش مزارعی در تهران در خانواده شیرازی متولد شده. این شیرازی باید یه جوری خودشون به هر حال برسونن که یه جوری، حتی اگر مثلا همسایه‌شون هم شیرازی بوده میگن در خانه متولد شدن که همسایه‌مون شیرازی بود. مهرنوش مزارعی در تهران در خانواده شیرازی متولد شد، اما بیشتر دوران کودکی و نوجوانی‌اش رو در شیراز و بنادر جنوب ایران گذراند. وی در سال 1358 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. یعنی اومد در واقع، اینا رو ببخشید چیزی که من بخونم به تاریخ همه هجری 21 سال اجازه کنید. خانم مزارعی در سال 1170 فصلنامه ادبی فروغ رو در لس آنجلس بنیانگذاری کردند و به معرفی ادبیات و هنر زنان و مباحث روز فمینیستی پرداختند. در همان سال برگزیده از نمایشنامه‌های داریو فو، نویسنده و کارگردان ایتالیایی، و همسرش فرانکا رامرا ترجمه و با نام یک زن تنها منتشر کرد. از خانم مزارعی 4 مجموعه داستان، بریده‌های نور، کلارا و من، خاکستری در آمریکا و مادام ایکس در سوئد چاپ شده. رمان انقلاب مینا در 1395 به زبان انگلیسی در آمریکا و بعد در 1401 یعنی 2 سال پیش به زبان فارسی در سوئد منتشر شد. در سال 1382 برگزیده‌ای از داستان‌های او با عنوان غریبه‌ای در اتاق من توسط انتشارات آهنگ دیگر به ایران به چاپ رسید و کاندیدای دریافت جایزه بنیاد هوشنگ گلچیری شد. در پی آن داستان سنگام از این کتاب از طرف داوران بنیاد گلچیری به عنوان یکی از 10 داستان برتر سال انتخاب و در کتاب نقش 82 به چاپ رسید و همچنین در چندین آنتولوژی از جمله کتاب 80 سال تاریخ داستان نویسی ایران چاپ شده. داستان غریبه‌ای در اتاق من یا در رخت خواب، من چون در این اتاق و رخت خوابش اینه که داستان در واقع رخت خواب بوده. غریبه‌ای در رخت خواب، من ایران از رخت خواب خوششون نمیاد که 2 نفر توی یه رخت خواب باشن. گفتن در اتاق اشکال نداره. گفتن این داستان شده داستان غریبه‌ای در اتاق من در ایران. از این مجموعه در کتاب درسی آکادمیک 3 جلدی داستان‌های کوتاه ایرانی به عنوان یک نمونه برتر از داستان‌های مدرن معاصر فارسی معرفی کرده. خیلی ممنون خانم مزارعی، واقعا افتخار داریم دوباره در خدمتتون هستیم. بذار من نوشینم معرفی بکنم که از این معرفی‌ها بگذریم قشنگ خیالم راحت شه.
نوشین وحیدی بزرگ شده تهران، مدیریت بازرگانی خونده و در 2001 همراه با همسرش به سندیگو مهاجرت کرد. از کودکی شیفته داستان خوانی و داستانگویی بوده. اولین تلاش او فیلمنامه نویسی، نوشتن یک فیلمنامه است که یک سریال 5 قسمتی بوده که در ایران نوشتن، ولی خب در راهروهای تلویزیون ملی گم شده. یعنی در واقع هیچ وقت به وجدان متاسفانه در نیامد. مدت‌ها در یه بلاگ داشتن که عروسی کوکی نام داشت و با نام نوشا داستان‌هایشون رو در معرض دید خوانندگان قرار میدادن. دوره داستان‌نویسی رو در کارگاه شهریار مندنی‌پور گذروندن. در دوره کرونا همونجوری که گفتم فرصتی پیدا کردن که به ویراستاری دقیق‌تر داستان‌هاشون بپردازن و این سرانجام باعث شد که این مجموعه حاضر که به اسم کاسه زیتون هست بالاخره توسط نشر باران در سوئد به چاپ رسید که الان هم در اختیار شما هست که میتونید تهیه کنید. در داستان دیگرشون در نشریات مختلف امریکا و جای دیگه چاپ شده، مثل بررسی کتاب، فصلنامه باران، رادیو پویا و این قدیم. در حال یه سری داستانشون در جای دیگه پراکنده چاپ شده، ولی اولین کتابشون این کتابه که بسیار خوندنی و قابل بحثه. من خیلی لذت بردم از خوندن این کتاب. اجازه میدید من با خانم نوشین شروع کنم، بعد بک اند فورت میرم راحت اونجوری که این کتاب یه مجموعه داستان 10 داستان کوتاه که ایشون نوشتن. تاریخ نداره داستان کی نوشته شده، مهم هم نیست، ولی به نظر من چیزی که مشخصه در این داستان ها صدای زنانه داستانه. یعنی داستان توسط یک زن کاملا نوشته، یعنی کاملا مشهوده که از دیدگاه زن نوشته شده و بسیار پخته بود. من کتاب خوندم واقعا لذت بردم، خیلی پخته است، تشبیهات بسیار زیبایی داره، دیالوگاش خیلی قوی هستن. من میخوام تهییجتون بکنم که کتابو بخرین، چون حیفه. کتاب خیلی خوبیه. کسای دیگری هم در مورد کتاب اظهار نظر کردن که میتونید رو اینترنت نگاه بکنید، ولی نقاط قوت کتاب به نظر من زبان خیلی روانشه و داستان‌ها خیلی گیرا هستن و حالا در فرصت دیگه صحبت می‌کنیم. من می‌خوام شما خود در مورد کتاب و تجربه‌تون به دوستان توضیح بدین. بعد در مورد اینا یک سری سوال من دارم که مطرح می‌کنم، بعد برمیگردیم به خانم مزاری. خیلی ممنونم و من تشکر کنم از آقای سنج و همچنین کانون برای دعوت امشب. خیلی خوشحال شدیم واقعا که اینجا هستم. من البته این شهر ما همیشه بوده قبلا، ولی خب الان دوریم و خوشحال که اینجا هستم در کنار شما عزیزان. مرسی که تشریف آوردین، واقعا خیلی خوشحالم که چهره‌های شما رو اینجا میبینم. در مورد کتاب، من خب خیلی ساله که می نویسم. نوشتن رو بیشتر بعد از مهاجرت من خیلی جدی گرفتم و در واقع اصلا خودش جدی شد، یعنی اگه من جدیش گرفته باشم بیشتر بعد از مهاجرت به نظرم اومد که این نیاز در من بود که بنویسم، ولی خب می نوشتم و کنار میذاشتم، یعنی تو فکر چاپش نبودم بیشتر و همین لذت نوشتن بود برام، تا جایی که بالاخره یه سری جلسات به اصطلاح کارگاه داستان با آقای مندنی‌پور که تشکیل شد یه خورده جدی‌تر به بررسی داستانا و به نوشتن نگاه کردم و همین باعث شد که یه خورده به اصطلاح از اون حالت تفننی در بیاد و بیشتر جدی بشه برام موضوع. و خب بعدم که هم سر کرونا که شد دیگه من تو خونه بودم، فکر کردم که خب این زمان خوبیه که بشه اینا رو جمع جور کرد و یه بررسی دوباره و بعد تصمیم گرفتم که چاپش کنم. البته همونجور که توی اول کتابم نوشتم واقعا همسرم نقش خیلی زیادی داشت برای اینکه خیلی تشویق میکرد که اینا رو بیا چاپ کن. به هر حال
آره خوشحالم که این 10 داستان انتخاب شد به هر حال برای این کتاب و چاپ شد و امیدوارم که دوستان عزیز که علاقه‌مند به داستان خونی هستن بخونن و لذت ببرن در درجه اول و نشر باران در سوئد. خب از همسر شما ما تشکر میکنیم. اگه فیلم میگیرین هم مدرک بشید تشکر کردیم از شما. داستان مهاجرت هم. یعنی غیر از 2 تاشون یا نه یکیشون در واقع داستان مهاجرته و این به هر حال تمیه که داستان شما هم دارن در واقع. ما به عنوان اولین نسل مهاجر که اومدیم اینجا به هر حال یه پامون هنوز تو ایرانه، هنوز خاطرات و هنوز فلش بک میزنیم به ایران. یعنی نمیتونیم فکر کنم یه مرحله‌ای داره که بگذره که دیگه واسه خودمون و جایی که هستیم و با آدمایی که دور و برمون هستن و محیط تازه‌مون داستان بنویسیم. دیگه فلش بک نزنیم که خیلیش هم مثلا خیلی از این فلش بک ها خیلی غمناکه، یعنی خاطرات بد و همش برمیگرده با آدم ول نمیکنن. حتی خاطر خوبی هم که هستن همش ما به اونجا داریم، حالا جریان سرگرم ذهن یا فلش بک یا هر چی که هستش، یه جایی داستان هنوز در ایران گیر کرده و نمیشه جداش کرد. فقط یه داستانتون من دیدم که یه داستان آخرتون در واقع اینجا اتفاق میفته و در محیط اینجاست و هیچ ربطی به ایران نداره و یه داستانیه که کاملا محیط امریکایی و واسه هر کسی ممکن بود اتفاق بیفته. یه داستانتون که کاملا در ایرانه، اونجا که من یادم یه داستان کاملا در ایرانه، دیگه حالت مهاجرت هم نداره. ولی بقیه 8 داستان دیگه داستان مهاجرت هم. و جالبه که این به هر حال این مشکلات مهاجرت، مشکلات جا افتادن با مهاجرت، مشکلات دور شدن از محیط، فرهنگ دوباره یاد گرفتن و ارتباط پیدا کردن با این فرهنگ و آشتی دادن این 2 تا فرهنگ با هم دیگه، این همیشه چالنجه دیگه، همیشه یه چالشایی هستش که همه ما باش مواجه بودیم. واسه همین داستانا میچسبه بهمون، یعنی یه مقدار همراهی میکنیم که میپذیریم داستان رو و واسه همین شاید مثلا مهاجرین دیگه هم همین ترتیب شاید این ترجمه بشه، خیلی اونا هم راحت بتونن بپذیرن چون خیلی نقاط مشترک و چیز بینشون هست. حالا در مورد همین قضیه شما ممکنه توضیح بدید در مورد اینکه داستان مهاجرت، چرا داستاناتون مهاجرت؟ و من حالا بعدا به شما چیز میگم یه جایی باید این قضیه این بند ناف قطع بشه. نه من میدونم، یعنی من حس میکنم یه خیلی از نویسندگان ما این بند ناف رو دارن که یه جایی هنوز گیر کردن در ایران و بعد نیست این قضیه، بعد نیست، ولی من فکر کنم یه جایی بالاخره میرسه که دیگه گفتیم در مورد اونا دیگه بسته و حالا میرسیم به این که حالا داستانمون چیه، حالا داستان مثلا کجاهای زندگی و جامعه واسه ما جالبه که دربارش بنویسیم. خب من فکر میکنم که از اصلا شاید انگیزه هایی که باعث میشه کسی که مهاجرت کرده اصلا به فکر نوشتن بیفته همین مسئله مقایسه باشه، اینکه به هر حال ما از چه فرهنگی میایم و این مواجهه با یک فرهنگ جدید میتونه خودش یه انگیزه، یعنی این تضادها رو میکنه. یه سری حالا درسته که یه سری به هر حال موقعیت‌های تازه و خوبی به وجود میاره، ولی خب از طرفی هم به هر حال سه آدم گذشته‌ای داره که گذاشته و اومده و مرتب اینا در حال مقایسه، یعنی ما چه مقایسه بکنیم عمدن چه نکنیم به هر حال این تو پس ذهن ما همچنان هست و اینکه ما یک گذشته با ما هست، یعنی جایی نرفته که ما مثلا بگیم که خب حالا بذاریمش اونجا درشو ببندیم و حالا من اینم که هست مثلا یه آدم دیگه. به هر حال اینا به صورت در هم آمیخته هست. اون شخصیت که من از بچگی به هر حال به دنیا آمدم و بزرگ شدم باهاش هنوز در من، کسی که در ایران زندگی کرده در من، اون کسی هم که اینجا هست همچنان با منه، یعنی این یه جوری تلفیقیه من فکر می‌کنم و خب جذاب میکنه از طرفی هم این یعنی این نوع برخورد با ما، اینکه ما چطور برخورد میکنیم با فرهنگ جدید. حالا من خودم شخصا خیلی داستان مهاجرت نمیبینم،
حالا جالبه که اتفاقا نقد شده راجبش سر این موضوع، ولی نگاه من اینه که خب این آدمه فعلا اینجاست ولی بیشتر گذشتهشه تا مهاجر بودنش صرفا. من خودم اینجوری میبینم. حالا نمیدونم چقدر میگم هر کسی میتونه یه برداشتی داشته باشه از داستان ها. خب نمیشه منکر شد که شما الان اینجا هستین و داستانم که دارین می‌نویسین از دیدگاهی که اینجا دارین می‌نویسین. درست داستان هنوز اونجاست ولی این جریان سیال ذهنی که شما رو دائما داره میکشه عقب، یعنی همش دائما شما رو نگه داشته، هنوز ولتون نمیکنه، هنوز خاطرات خوب هست، بد هست، هر چی که هست، شخصیتایی که هستن، حتی کسایی که میان و میرن در مهاجرت. شما داریم برام مسافرینی که میان همه واسه خودشون یه بگیجی دارن، یه چیزی دارن و اینو به هر حال یه جایی آدمو اثر میگذارن که آدم دربارش مینویسه. این برای ادب مهاجرت اینه تا اونجایی که میدونم هنوز بینابینیه، کاملا اینوری نیست. یعنی تو همه فکر می‌کنم تا اونجایی که من دیدم اقلا همه کسایی که مهاجرت کردن این مراحل رو گذروندن. ما هممون درگیر این قضیه فرهنگیش هستیم که از یه فرهنگی اومدیم که خیلیش داشت خوب بود، خیلیش داشت هم نه، و در یه جایی اومدیم که یه سری چیزاش خیلی خوبه، یه سری چیزاش هم نه. و این شانسی که ما داشتیم، خوشبختی که داشتیم اینه که میتونیم انتخاب بکنیم، چیز خوبو نگه داریم و چیز بدو نگه نداریم. واسه هم یه فرهنگ عجیب غریب مهاجرت واسه خودمون درست میکنیم که جای دیگه مثلا اونا که سوئدن شاید فرق بکنه تا اونایی که مثلا در امریکا هستن. ولی این در هر حال فرهنگ مهاجرت، حالا شما قصدتون شاید این نبوده ولی چیزی که میاد بیرون به هر حال این به حالت مهاجرت داره. در مورد داستاناتون یه داستانی هست، یه داستان خیلی تخیلیه، خیلی جالبه. اون داستان اولتون خیلی قشنگه در مورد اون زنی که در حال نمیخوام لو بدم داستان رو، خیلی ستینگ قشنگی داره و تا آخر داستان شما نمیگیرین که چیه قضیه، داستان دنبال میکنی، کشش هم داره داستان و میگین یه سری چیزایی جفت نیست اینجا ولی آخر سر میفهمین چرا اینا نیستش. اون کاملا تخیلیه. ولی داستان دیگه‌تون فلش بکه که مثلا اتفاق میفته. یه داستانتون که من خیلی دوست داشتم داستان اون مادره است، چی بود اسمش؟ پنجره. شخصیت مادر خیلی خوبه، خیلی قشنگ چیز کرده و تو این دوره زمانی کسی جرئت نمیکنه مادر رو اینجوری بنویسه چون همیشه حالت مهر مادری و اینا هستش و یه حالتیه که آدم دلش نمیاد، مقدسه و وقتی آدم میبینه که نه مقدس نیست به اون صورت خیلی ساختار شکنیه واقعا که یعنی یه چیزیه که کمتر کسی بهش میپردازه، به خصوص از دید زنان. این جالب. من یه مدت مقاومت میکنم در اینکه این داستان زنانه است، این داستان مردانه است و اینا، ولی بعد فهمیدم از چیزی هم نداره، خوبی هم نداره، کاری هم نداره که به هر حال دیدگاه متفاوتیه توی قضیه. ولی داستانتون به نظر من خیلی قشنگ بود، شخصیت پردازی که کرده بودی واسه اون مادر خیلی جالب بود، گیراس و خوندنی بود واقعا. حالا قبل از اینکه من دیگه زیاد روی بکنم، شما یه قسمت داستانتون یا اگر میخواین یه داستانتون رو یا وقتمون رو باید تقسیم کنیم، یه قسمت از یه داستانتون رو بخونید بعد از 7-8 دقیقه، بعد با مردش صحبت می‌کنیم، بعد دوباره بتونیم برگردیم. بسیار خیلی هم ممنون. مرسی. من ترجیح میدم که تیکه تیکه بخونم چون این داستانا خیلی با هم متفاوتن. یعنی خوندن یه داستان، یک داستان از این مجموعه نمایندگی نمی‌کنه کل کتابو، برای همین خوندن یه داستان کامل زیاد فایده‌ای نداره. من فکر کنم اگه تیکه هر جور راحت. از داستان اول شروع میکنم، داستان این دست ها. نشستم روی کاناپه و فیلم تماشا میکنم. یک باره همه چیز آن آشنا بشوم، انگار فیلم را قبلا دیده باشم.
دقیق که میشوم میبینم هنرپیشه شوهر من است که وسط حال خانمان ایستاده و دارد عینکش رو پاک میکنه. چند لحظه بعد هم دختر بزرگم با کیف مدرسه از اتاقش بیرون میآید. سر در نمیآورم. راه میافتم طرف تلویزیون. همین موقع دختر کوچکم با لباس خواب صورتی سرهمیش عروسک لیزیبر را زده زیر بغل و از یک طرف حال میدود طرف دیگر و از زاویه دوربین خارج میشود. حالت خاصی ندارند ولی حس میکنم اتفاق بدی افتاده. بی هوا دستم را میبرم سمت شیشه تلویزیون که راحت از آن عبور میکند و به لوستر میخورد. وحشت زده دست پس میکشم. قلبم یخ زده و صدای نفسهایم را نمیشنوم. تنها چیزی که میشنوم صدای به هم خوردن پولکی های کریستالی لوستر است که طنین آن مثل زنگ کلیسا توی سرم چرخ میخورد و مرا به یاد خودم میاندازد. این روزها زمان از من فرار میکند. فکر میکنم بعد از آن حادثه اینطور شد. نگران شوهرم هستم، همینطور دخترها. دلم میخواست یک قدرت مافوق بشری پیدا میکردم تا همه مشکلات را به دست خودم راست و ریز کنم. نگاه میکنم به دستهایم و از ناتوانیشان دلم میگیرد. شوهرم با آن همه فنری که توی قلبش کار گذاشتن نباید عصبی شود. این را که برای اولین بار به او گفتم خندید و گفت میترسی فنرم در برود. من هم خندیدم اما از ترسهایم برایش نگفتم. برای هیچ کس نمیگویم، چون همین که مجوز خروج بگیرند راه میافتند و به همه سرایت میکنند. این ساعتهای طولانی کار و سرکلی زدن با مشتریها حسابی کلافه‌اش میکند، مخصوصا حالا که دیگر میانسالی را هم پشت سر گذاشته. کاش راهی بود تا کمی بارش را سبک‌تر کنم. هفته پیش رفتیم بیرون و با هم قدم زدیم. باران نم نمک میبارید که دیدم شال و کلاه میکند برود پیاده روی. همراهش رفتم. خیلی حرف زدیم. گفتم باید بیشتر مراقب خودش باشد. گفتم باید واقعیت‌ها را پذیرفت. چه میدانم؟ از همین حرفا که میدانستم خودش هم میداند، ولی ممکن است شنیدنش از طرف من کمی آرامش کند. آرامتر هم شد. وقتی برگشتیم خانه و داشت چای میخورد، بعد از هفته‌ها ته لبخندی روی لب‌هایش آمد. دست برد گوشه تره چشمایش را خشک کرد و خنده خنده به دخترمان گفت پدر سوخته دستپختت روز به روز بهتر میشه ها. و تکه دیگر کیک توی دهانش گذاشت. شیلای 13 ساله من عاشق آشپزی است. به قول شوهرم این یک چیزش به من نرفته. سال پیش که پدر و مادرم از ایران آمده بودن دیدنی کلی کیک و بیسکویت درست کرد. مادرم ذوق میکرد و میگفت ما تو ایران دختر بزرگ کردیم از این کارها یاد نگرفت. چطور شد تو توی آمریکا همچین دختری بار آوردی؟ نه، کار من نیست. خودش از بچگی عاشق یاد گرفتن بوده. از اون دخترهایی است که دوست دارد همه چیز بداند و روی پای خودش بایستد. این روزها هم تنها کسی است که با کارهایش فضای خانه را عادی میکند. از اینکه مجبور شده یک بار بزرگ شود احساس گناه میکنم. تمام تلاشش را میکند تا آرام به نظر برسد. هرچند دیده‌ام گاهی قطره اشکی را یواشکی پاک میکند. حواسش هم هست پدرش نبیند. لباسهای رنگی میپوشد و صدای موزیک را بلند میکند. از این کارهایش خوشم میآید. اینجور وقتها فکر میکنم فقط اوست که میتواند همه ما را از این وضعیت نجات بدهد. همگی برای لحظه هایی گذشته و آینده را فراموش میکنیم و همراه بوم بوم صدای موزیکش به خلسه میرویم. داستان بعدی که یکیش رو براتون میخونم کاسه زیتون هست که اسم مجموعه هم از همین داستان گرفته شده. فقط باید بگم که یک بخشایش تو فکر راوی هست، ولی وقتی که بر همین شنیدنش کم سخته. البته اشتباهی که ناشکر من اون نسخه که من بهش داده بودم قسمتایی که فکرش بود ایتالیک شده بود، ولی ایتالیکا برداشته شد توی اون سری اولی کتاب. حالا برای همین یه سری دارن یه سری ندارن. به هر حال یه مقدار مشخصه ولی یه دقتی شاید بخوام. سعی می‌کنم لحنمو کم تغییر بدم شاید یعنی گیج نشه. میگوید بریز داداش، بریز که مستی راستی. امیر هم سر شیشه ابسولوت را میگیرد توی گیلاس ها و باز پرشان میکند.
میکند. پرویز مال خودش را سر میکشد. 5 تا 6 تا نشمارده است. چندمی شات است نمیداند، ولی مست است. از آنجایی میفهمد که میبیند سیمین باز پرپرش شروع شده. پرپر بازم فکر گرم شد. پرپر سرمون رفت. پرپر یکم مزه بخور، شکم خالی نداشت. پس یعنی دارد یک بند حرف میزند، نه اینکه نفهمد چه میگوید. مست که میکند مغزش مثل ساعت کار میکند، دقیق. ثانیه ها کش میآیند و او وقت دارد همه چیز را سر فرصت توی آن تماشا کند. حواسش به همه جزئیات هست، جزئیات که معمولا هیچ به چشمش نمیآیند، مثل همین عادت چرخاندن ساعت دور مچ که امیر همیشه داشته، ولی پرویز اول بار وقتی فهمید که حسابی مست بود. میچرخاند و میچرخاند، دید سرش دارد گیج میرود. محکم ساعت را گرفت، به یک ضرب قفلش را آزاد کرد، از دستش کشید بیرون. امیر هاج و واج مانده بود چه شده که پرویز درآمد. پیشم میمونه تا آخرش. دیگر بعد از آن حواسش هست. هر وقت مست میکند زود ساعت را در میآورد، میگذارد توی جیب یا روی میز کنار بساط. امشب اما انگار یادش رفته، هی میچرخاند این نعمتی رو. سیمین میگوید تو هم که هر وقت با این بابا میری مأموریت کلی داستان داری. خم که میشود مزه و نان بردارد. پرویز لای پلکی حواسش به برق حلقه ازدواجشان است و انگشتان ظریفش که قاشق را همیشه طوری نگه می‌دارد انگار چیز ظریف و شکننده‌ای. با نوک شست و اشاره. باقی انگشت‌ها به ترتیب با فاصله‌های مساوی خم می‌شوند. انگشت کوچک یک طور صاف توی هوا می‌ماند، انگار تمام تعادل دست روی آن است. یک جورهایی خیلی بلد است چطور آرام و ظریف از آن دستها برای هر کاری استفاده کند. یک احتیاط همراه با اطمینان همیشه در کار این انگشت‌ها هست که مرا حیران خود کرده. امیر هم دنبال حرف سیمین را میگیرد، همان حرف‌های همیشگی. با این مردک یا نرو یا اگه میری درست تا موی دماغت نشده. داغی ابسولوت میسوزند و پایین میرود. نال بود اسمش یا مری؟ نه مری. اینم شد اسم برای لوله. امیر شات ودکا را یک ضرب میرود بالا، لبها را چفت میکند و شانه‌هایش از خنده آرام مینرزند. پرویز پوزخند میزند. داستان قشم. هنوز توی فکرش میم قشم به شینش نچسبیده که امیر شروع میکند. همیشه هم طوری میگوید انگار اول بار از این داستان کذایی را برایشان تعریف میکند. سیمین چنان از خنده ریسه رفته که انگار تا به حال نشنیده هستند. پرویز هم از حماقت این تکرار و خنده آنها که مصری هم هست میخندند. باز دور حرف میافتد دست او. به تلافی همان داستان تکراری شاشیدن پای چراغ راهنمایی شب عید را تعریف میکنند. آنها هم سنگ تمام میگذارند. سیمین که دلش را گرفته نزدیک است بیفتد روی زمین. آی که چه سرخوشی امشب سیمینم. چشمهات یک جور دیگری برق میزنند. دستهات انگار میرقصند روی ظرف نان و گیلاس ودکا و بعد هم لابلای موهایت که اینطور حلقه پریشان کرده روی شانه‌های خوشگلت. اینطور که میشوی دلم نمیخواهد چشم از تو بردارم. امشب هم یکی از آن شب‌هاست. نه، امشب با هر شب دیگر فرق می‌کند. امشب یک طور دیگری شادی، خنده های از ته دل، پیچش دست و شانه ها، سبک و رها روی موج دریا. دلم یک جور خوبی ضعف می‌رود نگاهت که می‌کنم از پشت که کمرت تاب می‌خورد موقع راه رفتن و شلال موها. به ضد صدای امیر بلند می‌شود. حالا گلو صاف می‌کند، می‌زند زیر آواز گرم می‌خواند. سیمین سیگاری می‌گیرد و دودش می‌افتد بین همشان. بعد به تشر می‌گوید پرپر. این را که میگوید یعنی که اگر باز حرافی کند دیگر از پرپر به ویز تبدیلش میکند. چشم بره میرود. امیر اما هیچ از تکوتان نمیافتد. صدایش را میاندازد به سر و بعد هم میافتد به چهچهه و تحریر کنید. نه بعد هم نیست. مجلس گرم کنه خوبی است. به موقع هم میخواند. اما من چه کنم؟ سرم که گرم میشود این دهان بدمستم خود دائم میجرمد. مگر آن که بروم آن طرف خط. امشب راستش دلم میخواهد بروم آن طرف خط.
آواز که تمام می شود سیمین عذرخواهی می کند. پرویز بازم مست کرده، دیگه چیکارش کنیم. امیر با ژست دانایی که گیر ناقصات عقلی افتاده بزرگوارانه سر تکان میدهد. اشکال نداره سیمین جون. بعد انگشتش را رو به شقیقه دور میگرداند که یعنی از مخ آزاد. پرویز هم چند تا لیچار بارش میکند و باز همه میخندند. گیلاسی دیگر میروند بالا. سیمین ستارش را کوک میکند. انگشتان بلندش روی سیمها چرخ میزنند و آوای خوشی انگار یک موج پروانه رنگی پر میکشند توی هوای اتاق. امیر چراغ‌ها را کم میکند، میآید مینشیند روی زمین کنار میز و گیلاس‌ها را باز پر میکند. میگوید به لهجه پرویزم شده از اول. و سیمین یکی از آن لبخندهای شیرین مینشاند روی صورتش. اصلا این امیر دهان باز میکند. سیمین گل از گلش شکفته. همیشه همین است. هر وقتم قرار است بیاید اینجا رنگ و لاب صورتش یک لایه بیشتر می شود. موهایش از همیشه خوشگل‌تر، غذا خوشمزه‌تر، میز باسلیقه‌تر. یعنی یک جوری آدم انگار وصل می شود به برق فشار قوی. نور و پر انرژی می شود. پرویز با امیر دم می گیرد. سحر از بسترم بوی گل آیا، سحر از بسترم. بله امیر خان، من هم اگر زن بودم حتما از تو خوشم می آمد. آقا و خوشمشربی، خوش قیافم که هستی. خب حق را که نمی شود نگفت. یعنی نگویم چه می شود؟ ناپدید می شود؟ نه خیر، سیب زمینی هم نیستم، حسودی هم می کنم. اما خب دلیل بر انکار که نمی شود. بگویم چه؟ بگویم مرد دلنشینی نیستی؟ یا بگویم سیمین اصلا از همنشینی با تو لذت نمی برد؟ بگویم خب خودم را مسخره کردم، کودن که نیستم. 10 سال می شود زن و شوهریم. اگر بنا باشد رفتارها و احساسهای زنم را نفهمم، آن وقت کودنم. اگر شور و حالی را که وقتی تو این جایی توی جان سیمین راه میافتد نبینم، آن وقت حتما یک چیزی می شود. یک شور و حال قشنگی که مرا میبرد به همان 10 سال پیش، آن اوایل آشنایی و ازدواج من. فقط آن وقتها بود که سیمین را اینطور دیده بودم. چه میگویم میخوام؟ میخوایی بگویی ندیده این شروع را؟ شاید هم خیال میکنی همیشه همینطوری. خب از کجا بدانی؟ وقتی نیستی که نیستی ببینی. میدانم، فهمیدم خیلی چیزها دلت میخواهد بدانی. شاید یک شب که حسابی سرم گرم شد برایت همه چیز را گفتم. این حرفایی است که فقط در عالم مستی میشود. یعنی نمیگویی، خودش گفته میشود. راحت و بی‌تکلف. یک جورهایی توی چشمهات میخوانم گاهی که میخوایی از حس حال من و سیمین بیشتر بدانی. خرجش یک شب خراباتی و یک ساقی سر زهر. ساقی سیمین ساق. هرچند ساقی من همین امشب هم حسابی سر زهر است. به لطف برکت حضور شما میخوام. نه حقا که خوب چهچه میزنی. بلند میگوید به به ناز نفسه. خیلی ممنون. خب رسیدیم به پیشکسوتمون، خانم انرژی مزارعی که سالهاست من خدمتشون ارادت دارم. ایشون سالهاست اصلا دیگه اصلا اقلا تا اونجا که من بودم، تا سالهایی که من بودم اقلا و سالهاست افتخار آشناییشون دارم. ایشون پیشکسوت ما هستن در مورد داستان نویسی و همونجور که در گواهیشون گفتم یه مقداری هم روزنامه نگار در واقع بودن در واقع، ولی داستاناشون این مجموعه، یعنی مجموعه داستانایی که الان با هم دیگه جمع شدن و یک کتاب شدن، اینا بیشترشون ما دهه 90 اوایل 90 تا 2000 یعنی در واقع مال 30 سال 35 سال پیشه در واقع و خیلی جالبه. داستانا با فاصله مثلا مجموعه ها 4-5 سال فاصله دارن که این سه مجموعه رو درست کردن. داستانا به نظر من خیلی خوبه، خیلی قشنگه، خیلی به هر حال من کوچکتر از اونم که بخوام قضاوت بکنم در مورد داستانای شما، ولی شما رو به اصطلاح شهرتتون اینه که داستانای فمینیستی می‌نویسید. نمیدونم حالا ولی من
یه حالت قبلی که چیز بود تو فمینیستا این بود که خیلی به مردا بعد بیرون میگفتن داستاناشون، یعنی درسته که فمینیستی بود ولی آدم احساس می‌کرد که یه نوع چیز حمله طرفش نیست، ولی داستان شما اینجوری اصلا نیست. یعنی از دید زن نوشته شده، دید زنانه خیلی قوی داره داستان و نمیدونم حالا چی مشخصش میکنه واسه فمینیستی، من ندیدم این قضیه رو. یعنی دیدتون فوق‌العاده است، دید زنانه است و داستانا تماما این رو نشون میده. یه دیدگاه خیلی مشخصی رو دارین. بعضی داستانا با هویت خودتون هم هستین، حتی با اسم خودتون هستین. بعضی داستانا نه، تخیلیه. ولی به هر حال این هم تو ژانر داستان مهاجرت بهش بررسی که میکنن، روی ژانر داستان مهاجرت بهش بررسی شده و خب اگه اول کتاب شما نگاه کنید 7-10 صفحه افراد خیلی مهمه تو ادبیات ایران در مورد این کتاب اظهار نظر کردن، در مورد شما و در مورد تفاخر شما در داستان نویسی و خیلی ایمپرسیو بود. یعنی در واقع وقتی من این نظرات رو میخوندم خیلی کمکم میکرد که بقیه داستان رو ادامه بدم. ولی داستانات جالبه، بعضیاشون یه صفحه است، یه صفحه و نیم حد اکثر، بعضی یه مقدار طولانی تره و یه مقدار به اون به اصطلاح بیشتر به هویت داستان کوتاه میگنجه این قضیه. داستان کوتاه بلند نیست، داستان کوتاه هم در واقع و این همون اسنپ شاتیه که در واقع در یک مقطعی شما وارد یه جایی میشین و این داستان رو میشنوین و بقیه داستان قبلش چی بوده و بعدش چی بوده اهمیتی نداره. به خود به عهده خواننده است که اینا رو بتونه چیز کنه. به نظر من زبان خیلی روانی داره همشون، خیلی راحت خونده میشه، ولی حالا تو محاوره ها رو من یه مقدار حالا بعدا با تو صحبت میکنم، ولی در مورد اینکه همین صحبتایی که هست این که فمینیستی اصلا لیبل ها نمیم چقدر حالا اصلا اهمیت داره که این فمینیستی یا فقط لحن زنانه است یا کدوم کاتگوری قرار میگیره و اینا که دوست دارن همه داستانا رو داستان نویسا پیژن هول بکنن توی سوراخ‌های مختلف که این سبکش اینه، اون سبکش اینه، این اونه، این فلان. اصل قضیه خواننده است. اصلا به عنوان یه اثر هنری خواننده است که مهمه. حالا اینکه مثل موسیقی که آدم گوش میده، حالا اگه موسیقی خوب نباشه چه فرق میکنه کدوم دستگاه، مهم اینه که خواننده به اصطلاح شنونده از موسیقی لذت ببره. همونجوری هم خواننده باید داستان لذت ببره که تو چه چیزی نوشته شده اینا زیاد اهمیت نداره. نظرتون چیه؟ اولا خیلی متشکرم از معرفیتون و دعوتتون و از کانون فرهنگی هم همینطور که همیشه به من محبت داشتن و همین گفتیم دیگه دوبار من اینجا بودم مزاحمتون صدا میاد؟ بهتر شد. بعد من یه چیز حالا شوخی جدی راجع به فمینیسم بگم. قبلا وقتی که ما ایران بودیم میگفتن کمونیست یعنی خدا نیست، بعدا که شد فمینیست گفتن فمینیست یعنی مرد نیست، ولی یعنی مردی وجود نداره. و به هر حال من فکر میکنم که کلمه فمینیسم خیلی بد فهمیده شده توی ایران و هیچ ارتباطی به ضد مرد بودن نداره، بلکه حداقل از نظر من نداره. یعنی من شخصا فمینیسم رو به عنوان ارزش دادن به ولیوها و ارزش‌های زنانه میدونم. یعنی ما عادت داریم که توی ادبیات و توی زندگی و همه چیز ارزش‌های مردونه برامون هست باشه. ارزش‌های زنانه مثلا مادری، بچه داری، اینها ارزش‌های خیلی جدی نیستن. مثلا فرض کنید که یه چیز کناریه، ولی مثلا فرض کنید که کارهای مردونه یا فعالیت‌های مردونه ارزش‌های خیلی متفاوتی رو پیدا کنه. من شخصا خودم رو فکر میکنم که کارام به هر حال زنانه است، یعنی زبانی که دارم زنانه هست و بهش هم افتخار میکنم. یعنی من 2 تا کار رو وقتی که شروع کردم به داستان نویسی با خودم عهد کردم. یکی که تا اونجایی که میتونم حتی از سانسور داخلی، از سانسور شخصی هم جلوگیری کنم و خوشبختانه خارج از کشور
بیشتر کارام بود و شروع کردم از سانسور دولتی در رفتم تا اونجا که وقتی که کتابام در ایران در اومد خریده در اتاق منو دیگه نتونستم. گفتن که اگه میخوای چاپشی بگید اتاق اختخاب، من اصلا اجازه چاپش رو نمیدن. من اولی خودت مقاومت کردم ولی بعدش گفتم که نه و خیلی هم خوشحالم چون این باعث شد که خیلی شناخت بیشتری بشه روش و برای من خیلی تعجب آور بود همه اتفاقاتی که افتاد روی این کتاب، داستان‌های این کتاب. بعد اینی که این سانسور داخلی رو هم من با خودم عهد کردم هیچ وقت نکنم. یعنی اگر که یه جایی هم فکر میکنن کار ممکنه کسی خوشش نیاد، کسی دوست نداشته باشه یا یه خود شرم و حیای زنانه مثلا هست که تو یه چیزایی رو که تو دلت هست نیاری، با خودم مبارزه کردم و از این نظر هم هستش که فکر میکنم که اینی که شما هم میتونید دوست داشته باشید و حتی احساس نکنید کسی بهتون حمله کرده که اصلا اینطور نیست. یعنی مثلا به قول یکی از دوستای من که یکی از کسایی که چیزی نوشته بود توی مجله زن ایران هم چاپ شد، اینه که اتفاقا مردهای توی این داستان من اتفاقا از دیدی خیلی مهربانانه بهشون نگاه شده. یعنی نکات مثبتشون رو بهشون نگاه شده، حتی به زنان دیگه. یعنی من هیچ جایی در فکر میکنم تا اونجایی که داستانهای من هستش، خود من اینطوری هستم در مجموع، ولی یه وقتایی هم مثلا ممکن آدم عصبانی بشه راجع به خانم یه چیزی بگه، ولی تو کارهای داستانهای من اینو نمیبینید هیچ وقت. برای اینکه اصلا معتقد نیستم که این اصلا داستان و نوشته برای زدن کسی نیستش و برای شناخت از انسان، از درون آدم هست و اون حالا مرد، زن، مادر شوهرت، خواهر شوهرت، نمیدونم زنی که تو مثلا فرض کن که خیلی هم با تو دشمنی کرده، اینا من قسمت مثبتش رو سعی میکنم که به هر حال خیلی ممنون. این دید مثبتتون مشهوده کاملا. یعنی بعضی داستانا خب به خصوص مال مهاجرت که همه کسایی که مهاجرت کردن از چیز بدی فرار کردن دیگه. یعنی مهاجرت در واقع اینه که یه جایی که خوب نیست شما میارین یه جای خوب‌تر، مثلا این مهاجرت. بنابراین خب یه بگیجی هم داریم به خودتون که میارین اینجا. ولی در مورد داستان شما من اینو نمیبینم، چون یه واقعیتی شما قبول کردین، اومدین در این کشور دارین زندگی میکنید و در این مسائلی که دارین مطرح میکنید مسائل اینجاست، مسائلی که شما با اگه ایرانی بودین یا هندی بودین یا جور دیگه فرق نمیکرد. یعنی به هر حال شما به عنوان مهاجر اومدین اینجا، به عنوان مهاجر دارین زندگی میکنید، خودتون رو دارین نشون میدین. تو داستانا و کاراکترهایی که تو داستاناتون هستن همین حالت رو من درشون میبینم. یه سری داستاناتون اصلا کلا هر جایی میتونست باشه و کاراکتر میتونست مال هر کشوری باشه. مثلا اون داستان هم سنگامش مثلا یه نمونه خیلی جالبه، حالا امیدوارم یه مقدار از سنگامو بخونید، یا مثلا سیلویا یا کلارا. اینا داستانای خیلی قشنگی هستن، خیلی داستانای کاراکترایی که توش هستن، کاراکتر سازیایی که توشون شده خیلی ملموسه، خیلی آدم میتونه باشون رابطه برقرار بکنه و این به نظر من نقطه قوت کار شماست و پختگی رو من درش میبینم. حتی این کار میگم مال 30 سال پیشه و کار جدیدی که من ازتون خوندم میناست و یه فاصله 25 سالگی این وسط حتما کار دیگه هم کردیم من خبر ندارم، ولی این گپ رو در واقع میبینم تو داستانتون. از داستان کوتاه شما شروع کردین به ناول رسیدین که اون داستان میناست که داستان بسیار قشنگی هم از دربارش اینجا صحبت کردیم. کتابش هم الان امیدوارم آورده باشین که اینجا اگه دوستان علاقه‌مندن، چون کتاب اول انگلیسی نوشته شد بعد ترجمه شد به فارسی با فاصله 5-6 سال. داستان خوبی از نظر اینکه حتی اگر بچه‌هاتون نمیتونن فارسی بخونن که احتمالاً نمیتونن بخونن، انگلیسیشو واسهشون بگیرین، چون یه کراس سکشن جالبی از تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران هست در واقع، با کاراکتری که دنبال میکنه این وقایع رو از ایران و انقلاب ایران تا میرسه به یه مقطعی که دیگه نمیخوام لو بدم داستان رو. ولی به هر حال خیلی هم شما رو در متن شما در مسائل دیگه چیز کردن، شما رو مقایسه کردن با جنبا لاهیری مثلا، در نظری که اون دید هندیه که داستانمون هست خیلی قشنگ و خیلی زیباست و خیلی راحت
زیبا دونسته این مسئله رو جا بندازه. اونم دقیقاً از همین خواستگاه شبیه شما مثلا چه داستانشو میگه. ولی داستانات فرق میکنن با هم دیگه. یعنی درسته که مجموعه هاشون در فواصل چیز مختلف نوشته شده، ولی حتی خود داستان ها شیوه نوشتنشون هم فرق میکنه با هم دیگه. مثلا اون داستان قسمت اول داستان کوتاه هم خیلی مختصر مفید و خیلی رایت تو پوینت اینا، بعد یه مقدار داستانا اکسپند میشه. در این مورد توضیح دارین؟ ببین در مورد من خودم رو در واقع داستان نویسی مهاجر کاملا میدونم، به خاطر اینکه داستان نویسی رو تو مهاجرت جدی شروع کردم. یعنی من توی ایران شاید که وقتی توی ایران بودم تنها سابقه داستان نویسی من در ایران توی کلاس‌های انشا بود. یعنی من وقتی که توی مدرسه به من مثلا یک از داستان‌های خیلی من که اول شروع شده خیلی دوستش داشتن، علم بهتر است یا ثروت، این به عنوان همه نویسنده همه معلم انشا ما از شما نوشتم همه رو علم میشه. بعد من اینو مثلا به صورت یه داستان در آوردم و تو کلاس انشا خوندم و بلافاصله از هفته بعدش کلاس انشا شاگردای کلاس به ردیف نشسته بودن مزارعی بکن، چون مثلا از اون خسته شدن چیز من داستانایی که می نوشتم، یعنی انشایی که می‌نوشتم به صورت داستانی می‌نوشتم و بعدش دیگه واقعیتش اینه که من توی ایران هیچ چیز دیگه جدی به صورت داستان نویسی اصلا کار نکردم. ولی وقتی اومدم آمریکا و اون علاقه‌ای که از بچگی به داستان نویسی داشتم، وقتی که اومدم از ایران اومدم در جریانات انقلاب بود و اصولاً ادبیات خیلی هم ارزشی نداشت، اهمیتی نداشت، انقدر کارهای سیاسی جنبش جامعه سیاسی بودش که ادبیات درجه دوم بودش، کسی توجه نمی‌کرد. ولی وقتی که اومدم اینجا و تونستم که یه خورده خودم رو بشناسم و با خودم تنها باشم و بخوام به علاقه ها برگردم، دیدم که یعنی خیلی جوشید. یعنی داستان من اصلا فکر نمی کنم، خیلی هاشو اصلا فکر نکردم. مثلا یه داستان دارم به اسم همین غریبه‌ای در رخت خواب من، خیلی هم به هر حال خیلی توجه کردن بهش، یا در رخت خواب من این رو یک شب خوابیده بودم، توی ذهنم یک بیگانگی بین زن و مرد به وجود اومد. صبح پا شدم همون توی رخت خواب که بودم نشستم، یعنی همونجا نشستم کنار، اینو نوشتم، تمومش کردم، دیگه هم گذاشتمش کنار. یعنی اون موقع و دو زبونه هم نوشتم، به خاطر که من نه که دو زبونه نوشتم مخصوصا نوشتم، بلکه دو زبونه بودم اون موقع دیگه، ولی فکر کردم که زبون منه دیگه. یعنی خیلی اعتقاد کردم که چرا تو به مثلا انگلیسی هم می‌نویسی. گفتم والا فکر کنم نویسنده های محلی ایران، مثلا خانم منیر روانی بود، داستاناشون خونه عهد غرب و اینا، خیلی هاش همش زبانی که به کار برده محلیشه و کسی هم زیر سوال نبرده که چرا تو می‌نویسی. منم الان اومدم لس آنجلس، زبان محلی من شده زبان انگلیسی مقدار به عنوان آدم. بنابراین این رو انجام دادم. این همش یه حالت خودجوش بوده، همیشه خودجوش بوده. یه نکته ذهن من رو تو ذهن من جرقه زده و بعد در یه جای خودش رو به صورت داستان در اومده و معمولا برای من لحن داستان خیلی مهمه. یعنی من تا موقعی که این داستان تو ذهنم هست، تا موقعی که لحنش رو پیدا نکرده باشم، ولی لحنش رو که پیدا میکنم دیگه خیلی راحت میتونم این رو بیارم و بعدم بذارمش کنار. یعنی دیگه میذارمش کنار، میرم توی داستان. این به این صورت. به هر حال سوال جواب دادین. در مورد این هم می‌خواستم سوال کنم که بخوای یه قسمت بخونید که من وقت اون چیز نشه که من بریک بگیریم یا نه، ولی فعلا یه 7 دقیقه شما بخونید یا بعد دوباره برگردیم. در مورد این کتاب توضیح دادن. من به هر حال اینا داستان‌هایی که سالها پیش که نوشته شده، کتابایی که اول چاپ کردم اینا رو یک حالت 500 تا مثلا ازش چاپ شده بود و سلف پابلیشینگ هم بودش و اینها بلافاصله پخش زیادی نشد، بعدش هم دیگه کمیاب شد، نایاب شد. یعنی نه
نایاب شد و نبوده. سال هر که به من میگفت داستانتو کجا بخونیم، من باید به یکیشو از یه جای دیگه در می‌آوردم، از یه نمیدونم یه سایتی بود مثلا یه موقع گذاشته بود داستان و اینا بودش. برای همینه که واقعا احساس کردم که من باید این داستانا رو جمع بکنم و در ضمن یه ویراستاری درست هم بکنم، بلکه قبلا خیلی سریع می نوشتم اینها رو و دقت خیلی شاید زیادی روی خیلی از مسائلی که خیلی بهش اهمیت میدن حتما دستور زبان اینا خیلی برام چیزم، هر چیزی که ذهنم فکر کردم که زبان، یعنی هنوزم این فکر میکنم اون زبانی که به ذهنم اومده و من دارم فکر میکنم همون رو بیارم دیگه، نشینم مثلا یه عوض کنم. و بعد خب شانسی هم که آوردم این ناشر من خیلی ادیتورهای خوبی هم بودن، خیلی به من کمک کردن. به من از اول من بهشون گفتم من از شما میخوام که اینو بخونید و به عنوان یه ادیتور واقعی، برای که اول یه سری کارهایی که خارج چاپ کرده بودن و بعد اول چاپ شده بود که خیلی از این داستان‌ها تعداد زیادیشون به زبان‌های دیگه ترجمه شده و چاپ شده. همیشه در تجربه من با ادیتورهای خارجی این بود که خیلی جدی باهات رفتم، یعنی نویسنده با ادیتورش باید کار بکنه، در صورتی که ما تو ایران عادت نداریم. مثلا ادیتوری خب یه نگاه میکنه میگه این خطشو اینجاشو بذار، این نقطهشو اینجا بذار، این رو درست بکن. اینا ایتون جرئت نمیکنه به همون میگن که خانم نویسنده برمیخوره اصلا. در صورتی که اینطوری نیست. مثلا فرض کنید که داستان نویسای خیلی خوب آمریکایی که من مثلا در مورد زندگیشون خوندم یا به هر حال آشنایی داشتم باشون، اینها اصلا داستانشون وقتی که ادیتور میومد یه ادیتور خودشون داشتن، یه ادیتور نشریه رو. ادیتور مثلا میخوندم یادم نیست راجب کاربر بود یا یکی دیگه بود، الان دقیق نمیدونم، میگفتش که مثلا ادیتور من گفته اول داستان اولش خیلی خرابه، اینو درستش کن، باید بکنی آخراش خوبه. وقتی رفته ادیتور نشریه بهش میگفته که نه بابا اولش عالیه، حالا این آخرش رو باید درست کنی و این باید بین این دوتا مثلا یه نهایتا خودت نویسنده تصمیم میگیری، ولی خب به نظر ادیتور هم اهمیت که این اتفاق افتاد تو این کتاب و من خوشحالم که پیش اومد. حالا من براتون که میخوام برای که زیاد طول نکشه تصمیم گرفته بودم که از هر کدوم از این کتاب‌ها که مجموعه 3 تا داستان کتاب هست یه تیکه‌ای رو از یکیشون بخونم، ولی حالا یه کوتاهیش رو میخونم اول، بعدا اگر خواستید دوباره میتونم عوض کنم. این داستانی به اسم فاحشه پیر بار انسینادا و این رو در همون کتاب بریده های که اولین کتاب من بود هستش. سالشم قرار این کتاب در جمعی ارزشش هم برای من اولین داستان منی که به انگلیسی ترجمه شد و توی یه دونه کتاب دانشگاهی مجموعه داستان‌های دانشگاهیش چاپ شد، هنوزم آنلاینشون دارن. فاحشه پیر بار انسینادا. از مرز که رد شدیم دنیای دیگری در مقابلمان بود. خیابان‌های پر از دستانداز، بچه‌های در فروش سمج، تابلوهای رنگارنگ فروش ارز و انبوهی از فروشندگان دوره‌گرد. به مرکز شهر که نزدیک شدیم تابلوها عوض شدند. در خیابانی فقط تابلو تعمیرگاه ماشین بود و مردهایی که تا نیمه جاده می آمدند تا قیمت‌های ارزان تعمیر ماشین را کنار گوشمان فریاد بکشند. من یادم رفت بگم که توضیح دادم انسینادا یکی از شهرهای دوستان من واردن حتما رفتن اون ورزه از تیوانا هستش. و در خیابان‌های مرکزی بیشتر تابلوی بار و مشروب فروشی دیده می‌شد و فروشگاه‌های وسایل چرمی، پتو و دیگر سوغاتی‌های مکزیک. در کنار پیاده‌روها زنان بومی مکزیکی با قدها و گردن‌های کوتاه، صورت‌های گرد و موهای صاف، با بچه شیرخواره‌ای در پشت و چند بچه قد و نیم قد در اطراف کارهای دستی می‌فروختند. صدای بوق ماشینی هر لحظه حواسمان را به طرفی پرت می‌کرد. از تیخوانه که گذشتیم بدون توقف به راهمان ادامه دادیم. از شهر که دورتر شدیم
راهها پهن‌تر و تمیزتر شدند. 5 نفر بودیم که برای گذراندن تعطیلات آخر هفته می‌رفتیم به انسینادا در فاصله 2 ساعته از مرز آمریکا. وقتی رسیدیم محلی برای خواب پیدا کردیم، بعد به جستجوی تازگی‌های شهر رفتیم. از شهر بوی آشنایی به مشام می‌رسید که خاطرات گذشته دوری را در ذهنم بیدار می‌کرد. در مرکز شهر صدای موزیک گوشخراش بلندگوی کافه‌ها فضای خیابان را پر کرده بود. مردانی سمج با چاپلوسی ما را به داخل کافه‌ها دعوت می‌کردند. در کنار درهای ورودی عکس‌هایی از زنان نیمه عریان چسبانده شده بود. راهنمایمان که ماجراجو بود از پله‌های کافه‌ای سرازیر شد و خیلی زود برگشت تا ما را با خود ببرد. به دنبال گفتگوی کوتاهی کنجکاویمان بر تردیدمان غالب شد و با او به راه افتادیم. در را که باز کردیم همه پردودی همراه با صدای موزیک بیرون زد. چند لحظه طول کشید تا چشمهایمان به تاریکی عادت کنند. پیشخوانی در سمت راست، چند میز و صندلی در سمت چپ، پیست رقصی در انتهای سالن و یک گروه نوازنده محلی در کنار آن. چند زن بدحرکت دور میزی در کنار سن به انتظار نشسته بودند. از لابلای خمیازه ها دندانهای طلایشان برق میزد. فاحشه پیر و چاقی به کنار در تکیه داده بود و به زنهای جوان وسط پیست نگاه میکرد. لباس مشکی کوتاه و تنگی به تن داشت و پستانهای بزرگ و افتادش از میان چاک یقه پیدا بود. در فواصل قطع موزیک صدای خورخور مردی که سرش را روی میز گذاشته بود به گوش می‌رسید. با هر باز شدن در نگاه فاحشه پیر تازه واردان را تا سر میزشان تعقیب می‌کرد. سالن را که طرح می‌کردیم او همچنان به در تکیه داده بود. نگاهم لحظه‌ای در نگاهش گره خورد. با بسته شدن در صدای همهمه و موزیک و امتداد نگاه اون نیز قطع شد. از پله‌ها بالا آمدیم و به راهی که قبلا می‌رفتیم ادامه دادیم. کنار پنجره مغازه‌ای به تماشا ایستاده بودم که در شیشه دیدمش. پشت سرم ایستاده بود و به من خیره شده بود. به همراهانم نگاه کردم. بی‌اعتنا به ما مشغول تماشای اشیاء داخل مغازه بودند. راه که افتادیم صدای پایش را که به کوچکی پای دخترکی 9 ساله بود میشنیدم که شتابان تعقیبم میکند. گاهی از پشت سرم میآمد و گاهی در سمت راست یا چپم. گاهی نیز رو به من همانطور که نگاهش را به چشمانم دوخته بود. با سرعتی که من جلو میرفتم او به عقب میرفت. کنار باری توقف کردیم تا نگاهی به عکس‌های تابلوی ورودی بیاندازیم. با عجله به داخل رفت. بی اختیار به دنبالش رفتم، اما اعتراض و فشار دست همراهانم مرا بیرون کشاند و از آنجا دور کرد. به محلی که برای خواب گرفته بودیم برگشتیم. هنوز کاملا به خواب نرفته بودم که فشار نگاهش را روی صورتم احساس کردم. چشمانم را باز کردم. نگاهمان دوباره در هم گره خورد. چشمان باریک و موربش را به من دوخته بود. سنگینی خواب که به سراغم آمد لحاف را کنار زدم. نرم و ملایم به آغوشم خزید. بدنش بوی گلاب میداد. دستان حنا گرفتش را در دستانم گذاشت. سرش را به شانم تکی داد و به آرامی به خواب رفت. نیمروز بعد در راه بازگشت دیدمش کنار زنی بومی در میان دو سه دختر بچه دیگر با چشمان قی کرده، موهای در هم و دستان کثیف نشسته بود. از کنارش رد شدیم. سرش را به طرفمان برگردان و به دنبالمان آمد. ماشین که سرعت گرفت از تیررس نگاهم دور شد. در صف بازرسی مرز باز دیدمش. در میان جمعیت دست فروشان کنار جاده ایستاده بود و با حسرت نگاهم میکرد. نگاه مشتاقم را که دید آهسته به جلوم آمد و به طرفم آمد و در مقابل چشمانم طوری قرار گرفت که به هر طرف میچرخیدم میدیدمش. حرکت که کردیم سر کوچکش را که بر گردن بلند و خوشتراشش
استوار بود به طرف جمعیت گرفت و موهای طلایی و بلندش را به دست باد سپرد. با هم از مرز گذشتیم و وارد جاده پهن و صافی شدیم که ما را از میان درخت‌های سبز و سر آسمان کشیده‌اش به شهرمان می‌برد. یه سوال من دارم حالا، شما بعد از 30 سال که این داستان رو نگاه کردین، آیا هیچ هوس کردین اندینگاشون رو عوض بکنید؟ مثلا دید جدید رو، مثلا داستان رو مثلا با اون دیدی که نوشته بودین شاید حالا بعد از 30 سال می‌خواستین، یا اصلا داستانی که شما چاپ می‌کنید میاد بیرون دیگه مال شما نیست دیگه، درسته؟ درسته. بعد حالا اگه حالا آدم بخواد یه چیزی عوض بکنه باید چاپ بعدی منتظر بشه یا اصلا میشه این کارو کرد؟ بیشتر داستانا رو نه عوض نکردم، یعنی حداقل این داستان هیچ چیزش تغییر نکرد، یعنی به جز یه مقدار مثلا تمیزکاری زبانی هیچ تغییر توش نیست، یعنی آخرش همینطوری بود، اولش هم همینطوری بود و من از همون موقع این اگر توجه کرده باشین این زن مرتب برای خود من که این زن رو دیده بودم، یعنی توی اون بار بودیم و یه زن فاحشه‌ای بود که با حسرت نگاه میکرد و وقتی چشمش به چشم من افتاد من دیگه منو ول نکرد، یعنی واقعا احساس میکردم که داره میاد دنبال من، یعنی هر جا میرم با منه و فرمت عوض میکرد، یعنی دختر 9 ساله بود، دختر دستاشو حنا زده بود و بعد پاهاش خیلی کوچیک بود، یعنی تمام مشخصاتی که در فرهنگ‌های دیگه بود و در آخر هم به عنوان یک آدمی که سرفراز بود و خوشحال بود اومد و از مرزها با هم گذشتیم و رفتیم شهر خودمون. این عوض نشد ولی بود داستان، حالا اگر بودش من یه 2 تا داستان داشتم که خب قبلا این داستانا رو عادت داشتم که آخرش رو تو اوج تموم بکنم، یعنی اوج که داشت داستان میرفت بالا و همون بالا بود من این رو تمومش میکردم. وقتی که با یه ادیتور همون نشریه که داستان 2 مرد من ترجمه کش رو نوشتن داشتم اون داستان کار میکردم، داستان رو میخواست چاپ بکنه، اولین فقط به من گفتش که این کار رو نکن، داستان رو حتما آخرش بیار از اوج پایین، هیچ وقت داستان تو اوج نباید تموم بشه بلکه بمونه تو ذهن خواننده و تموم بشه اوجش و من این رو در 1-2 تا از داستان این رو رعایت کردم و توی چاپ‌های جدید همه رو این کار کردم. توصیه خیلی خوبیه. اگه اوج تموم کنید دیگه تموم داستان تموم. ولی یه جایی باید تمومش کنه که خواننده بتونه دنبالش کنه. که خواننده بتونه با خودش اونو هضمش بکنه. میدونی یعنی اوج اومده پایین، حالا به خودش آزادی بده که به داستان فکر بکنه. و همین بود. خیلی ممنون. خسته این یا ادامه بدیم؟ اگر واقعا شما اگه بریک بدیم الان حتی 10 دقیقه بریک بدیم پراکنده میشه، دوباره جمع کردنش مشکل. اگه یه داستان یه کوچه دیگه شما بخونید بعد برمیگردیم بنویسید. بله. من گفتم از هر حتی یه داستان 2 مرد دارم که فقط خواستم بهتون توصیه کنم اگه کتابی گرفتین می‌خواستم اول از این بخونم ولی چون که فضای سیاسی هستش و چیز نیست نخوندمش، ولی خب جالبه به خاطر که در مورد مسائل فلسطین هم صحبت می‌کنه توش، برای دوست داشتین بخونین یه خورده به شرایط امروز فلسطین هم می‌خوره. بعد کتاب دوم که همون کلارا و منه یه داستانی دارم به اسم کلارا. ببخشید من جوتاش رو کنم کجاست اگرش. بله کلارا. من اینو یه مقداریشو براتون میکنم با اجازهتون. کلارا. کامپیوترم را از زیر صندلی برداشتم و پالتوام را پوشیدم. دختر جوان خلبانمان از داخل کابینش برای من و مسافر دیگر دست تکان داد. ما تنها مسافران آن هواپیمای 14 نفره بودیم. در پای پلکان چمدان چرخدارم انتظارم را می‌کشید. برف زیبایی می‌بارید. دانه‌های چندپر و نازک برف بر سر رو و چمدانم می‌نشستند و بعد به سرعت آب می‌شدند بدون آنکه اثری از خود به جای بگذارم. هوا با آن سردی که انتظار داشتم نبود. از طرف مؤسسه‌ای که در آن کار می‌کردم
مأمور شده بودم روی پروژه کار کنم که امکان ایجاد یک مرکز کامپیوتری متمرکز را برای شرکت بررسی می‌کرد. آلنتون، شهر کوچکی در غرب پنسیلوانیا، به خاطر نزدیکی با بیشتر شعبات شرکت و ارزانی نیروی کار اولین انتخابمان بود. ماشینی را که از قبل رزرو کرده بودم تحویل گرفتم و به طرف هتل راه افتادم. ساعت به وقت محلی 11 شب بود. صبح با صدای زنگ ساعت به سختی از جا برخاستم. محل کارم ساختمانی 3 طبقه با ظاهری کهنه و دود گرفته در انتهای یک خیابان خلوت بود. در را که باز کردم هوای گرم و مطبوعی به صورتم خورد. خودم را به زنی که پشت پیشخوان نشسته بود معرفی کردم و گفتم که برای دیدن چه کسی آمدم. با خوشرویی دفترچه‌ای در برابرم گذاشت تا اسم و زمان ورودم را بنویسم و از من خواست منتظر بمانم. مدتی طولانی به انتظار نشستم. کنار دستم حتی روزنامه و مجله‌ای نبود که خودم را با آن مشغول کنم. همه چیز کهنه و دل گرفته بود به جز قیافه زیبا و جذاب منشی که هر وقت چشمش به من میافتاد لبخند دوستانه‌ای میزد. صورت گرد و پوست روشنی داشت و موهای نقره‌ای رنگش را به مدل قدیمی بالای سر جمع کرده بود. خط چشم پهنی بر پلک‌هایش کشیده بود و مژه‌های درست سیاهش بر چشمان آبیش سایه می‌انداخت. لایه غلیظی از کرم پوست صورتش را که دیگر جوان شاداب نبود می‌پوشاند. قیافه‌اش به نظرم آشنا می‌آمد. روزهای بعد کارهای زیادی در برابرم و هر روز تا دیر وقت در محل کار می‌ماندم. منشی زیبا را که حالا می‌دانستم نامش کلاراست، فقط صبح‌ها و برای چند دقیقه پشت پیشخوان می‌دیدم و با هم سلام و احوالپرسی می‌کردیم. آخر هفته به شهر خودم رفتم و 3 شنبه بعد به آلنتون برگشتم. کلارا مرا که دید تعجب کرد. گفتم در لس آنجلس زندگی می‌کنم و قرار است در چند ماه آینده هر هفته به آن شهر بروم. نگاهی پر از ناوری به من انداخت و از هوای لس آنجلس پرسید. گفتم در آنجا از برف خبری نیست و این وقت سال هنوز میتوان به دریا رفت. با اشتیاق به حرفهایم گوش میداد و سوالاتی میکرد در مورد محله‌های مشهور لس آنجلس مثل هالیوود، بیورلی هیلز، دیزنیلند و مالیبو. روز بعد تا مرا دید پرسید بین لس آنجلس تا آنجا چند ساعت پرواز است. بلوز ساتن آبی رنگی پوشیده بود که چاک آن تا میان پستان‌های درشتش باز میشد. گفتم که بین آنجا و آلنتون پرواز مستقیم وجود ندارد. میباید هواپیما را بین راه در شیکاگو یا واشنگتن عوض کرد یا به فیلادلفیا بروم و با ماشینی کرایه‌ای تا آنجا رانندگی کنم. حرفهایم که تمام شد چند لحظه سکوت کرد و فکر فرو رفت. موهای نقره‌ایش را به پشت گوش زده بود و ابروانش را با مداد قهوه‌ای رنگ فرو داده بود. به او گفتم چقدر قیافش برایم آشناست. چشمانش برقی زد و صورتش را لبخند مرموزی پوشاند. روز بعد وقتی وارد شدم داشت با تلفن صحبت میکرد. سلام کردم و رد شدم. دستش را روی گوشی گذاشت و صدایم کرد. Can you wait a minute? I have something to show you. تلفنش که تمام شد عکس را از کیفش درآورد و به دستم داد. با تعجب با آن نگاهی انداختم و پرسیدم Isn't that Marilyn Monroe? با لبخند بلندی جواب داد No, that's me. No way. That's not you. عکس شباهت عجیبی به مریلین مونرو داشت. حتی خال سیاهی در کنار گونه‌اش بود. نگاهی به صورت کلارا انداختم. با شیطنت چشمانش را خمار و لبانش را غنچه کرد. حالا می توانستم شباهت را ببینم. گفتم You don't have a beauty mark. Those days I did. This is me when I was 21. I had a fake beauty mark exactly like hers. هفته بعد از فرودگاه برایش تیشرتی خریدم که تصاویری از محل‌های توریستی آمریکا داشت. تیشرت را با اشتیاق از من گرفت و پرسید که آیا هیچ وقت به دیدن خانه هنرپیشه‌ها رفتم. جوابم منفی بود. مرسی.
داستان خیلی پایان قشنگی داره. لو ندید پایانشو. کتاب باید بخرید تا پایانشو. فکر کنم یه 7-8 دقیقه دیگه شما هر کدوم داستان بخونید که دوستان همه تشویق بشن که امشب بود داستان‌های زیبای شما. من خیلی دوستان رو خسته نمی‌کنم. یه تیکه از داستان پنجره رو چیز دیگه هم پسند کنم برشی شما باشید یادم برشید این همه از وسط داستان. پرستو خنده‌اش گرفته بود. کنجکاوی داشت دمار پروانه را در می‌آورد. عکس اول را باز کرد و نگاهی سرسری به آن انداخت، اما روی عکس دوم مکث کرد و با دقت به صورتها نگاه کرد. دائم بین دو عکس می‌رفت و می‌آمد. در عکس اول او که 4-5 سال دارد با موهای بلند و کرک و نگاهی گیج نشسته کنار پروانه 7-8 ساله که با چشم‌های معصوم زل زده به دوربین. پشت سرشان مادر ایستاده کنار مردی که تقریباً چسبیده به او. مرد لاغر و بلند است. موهای پر و ژولیده دارد و کتی که به تنش زار می‌زند. سبیل نازک و چشم‌های ریز مرد به صورتش حالتی مرموز آبزیر پاک داده. پیراهن مادر را فوری شناخت. با اینکه عکس سیاه و سفید است، یادش آمد همان پیراهن فیروزه‌ای رنگی است که گل‌های درشت آبی و زرد داشت. پیراهن مورد علاقه مادر. همیشه آن را با دست می‌شست و توی سایه خشک می‌کرد. یادش آمد یک روز، شاید روزی نزدیک به زمان این عکس بود که آن را از روی بند انداخت توی آب کثیف حمام و نکش کرد. عکس دوم بلافاصله قبل یا بعد از عکس دیگر گرفته شده بود. این بار به جای پروانه پارسا توی عکس بود و با اینکه بیشتر از 10 سال نداشت، با صورتی جدی و مردانه و بفهمی نفهمی عصبانی به دوربین زل زده بود. خودش روی کاناپه ایستاده بود و گوشه آستین مادر را چنگ زده بود. مادر موتوری کنار آن مرد جست گرفته بود، انگار فقط خودشان دوتا سوژه عکس باشند. آن هم نه توی اتاق پذیرایی خانه‌اش که در دنیای خالی از همه خرت و پرت‌هایی که او را به آن خانه و حتی به آن بچه‌ها وصل می‌کرد. خماری چشم و لبخند غمزآلودش و طوری که گوشه بلند دامن را لای 2 انگشت نگه داشته بود، بیشتر شبیه عکس هنرپیشه‌های فیلم‌های قدیمی بود تا مادرش. مردم با صورتی سنگی و بی‌حالت داشت و انگار نگاه نکردنش به دوربین عمدی بود. دلش می‌خواست به پروانه زنگ بزند و از او بخواهد تا عکس‌ها را با وضوح بهتری برایش بفرستد. مسخره بود. اصلا چرا باید اهمیت میداد؟ بعد از این همه سال حالا چه فرقی می‌کرد آن مرد کی بود و چرا مادر خودش را آنطور به او چسبانده بود؟ گوشی را پرت کرد روی مبل. چیزی نگذشت که موبایلش لرزید و صدا داد. پروانه نوشته بود: پارسا میگه پسرعموی مامان بوده. وقتی ما خیلی بچه بودیم زیاد میومده خونه ما. ولی یه بار دیگه ازش خبری نمیشه. اسمش سعید بود. انگار یه موتورم داشت که چند بار پارسا رو سوارش کرده بود. پارسا میگه یه بارم مامان رو سوار کرده بود. من یه چیزایی یادم، به تو چی؟ پرستو نوشته بود: نه هیچی. یه قسمت دیگه‌اش. هر وقت مادر گریه می‌کند چیزی راه گلوی پرستو را می‌بندد، انگار عزیزی مرده باشد. از بچگی همینطور بوده. گریه‌های مادر او را برمیگرداند به سالهای دور، به همان چند خاطره‌ای که از آن سالها به یادش مانده. گاهی وقتی خانه خالی می‌شد از پدر که سر کار می‌رفت و پروانه و پارسا که مدرسه می‌رفتند، مادر می‌رفت توی حمام، در رو روی خودش می‌بست و های های گریه می‌کرد. یادش هست بارها از خواب بیدار شده و پشت در فلزی حمام به صدای حق او گوش داده بود. چسبیده به در فلزی و سرد حمام روی پنجه‌های پا قد می‌کشید تا مادر را از پشت پنجره مشجر آن ببیند، اما فقط حجم بی‌شکلی می‌دید که گاهی تکان می‌خورد. گاهی هم خیال می‌کرد صدا از راه دوری می‌آید، خیلی دور، و بیشتر وحشت می‌کرد. بعدها وقتی بزرگتر شد به این نتیجه رسید که مادر حوله یا لباسی جلوی دهانش می‌گرفته تا صدایش به گوش او یا همسایه‌ها نرسد. این بار که مادر شروع کرد به زار زدن، نتوانست جلوی خودش را بگیرد. یک باره به حق افتاد، طوری که هیچ سر در نمی آورد آن زجه ها از کجای وجودش بیرون می ریزند. برخلاف همیشه سعی هم برای آرام کردنش نکرد.
مثل یک جور مقابله به مثل بود، ولی در واقع آن هم نبود. نمیتوانست باشد. سلاح سرد او اثری بر آن آتش پروپیمان نداشت. دیگر اهمیتی هم نمیداد. فقط میخواست خالی شود. آن چیز دردناکی که گاهی راه نفسش را میگرفت انگار فقط با آن زجه ها کنده میشد و بیرون میافتاد. بابک سرش را توی بغل گرفت. همین موقع مادر بلند شد و رفت ساکش را برداشت و گفت ببرندش خانه پروانه. هر طور بود خودش را آرام کرد و از مادر خواست همانجا بماند. نه فقط به خاطر سرزنش‌های پروانه و پارسا که مادر را رنج داده. دلش نمیخواست مادر با دلخوری از خانه‌اش برود و یک گفتگوی مسخره را تبدیل به خاطره‌ای تلخ کند. مادر که هیچ وقت سابقه عقب نشینی نداشت این بار هم پیروز شد. پرستو از این بهانه‌ای که داده بود دست او از خودش بیزار بود. با سر به بابک اشاره کرد مادر را ببرد. بابک هم بی هیچ حرفی کلید ماشین را از کنار در برداشت و راه افتاد. خیلی ممنون از توجهتون. به داستان کذایی سنگام. من یه تیکشو برای که از 50 سال پیش کردن یادشون از سنگامه. سنگام دوشنبه 9 اوت 1999. امروز بالاخره بعد از یک هفته انتظار در اولین جلسه بررسی پروژه جدید با افرادی که قرار است با آنها کار کنم آشنا شدم. کتی، ساندرا، مایک و شارپا. کتی لاغر و بلندقد است با موهای بلند. ساندرا نژاد چینی دارد و هیکلی کوچک. مایک در عوض بلندقد است با سیبیل‌های روشن و باریکی که تا دقت نکنی نمیتوانی آنها را تشخیص بدهی. شارپا هندی است. موهای مشکی و براقی دارد. با پوستی روشن، چشمانی درشت و 2 حلقه سیاه دور چشمانش. در اوایل جلسه قیافه‌اش تلخ و اخمو بود. بعد از چند لحظه موهایش را به یک طرف برد و روی شانه چپ انداخت. بعد انگار که گرمش شده باشد موها را با سنجاقی در بالای سر جمع کرد. وقتی دید نگاهش میکنم لبخندی زد که همه تلخی صورتش را گرفت و چهرهش دلپذیر و جذاب شد. بعد از اتمام جلسه با هم به طرف اتاق کارمان راه افتادیم. پرسید اهل کجایی؟ قبل از آنکه جوابش رو بدم خودش گفت اول فکر کرده هندیم، بعد از لهجه ببخشید من یه مقداری امروز تو زیاد میذارم. بعد از لهجه هم فهمیده ایرانیم. گفتم ما شرقی ها شباهت های زیادی با هم داریم. گفت خیلی ها فکر میکنن دخترش مینا ایرانی است. برایش از علاقه‌ام به فیلم های هندی در دوران تینیجری و از خاطراتی که از این فیلم ها داشتم گفتم، به خصوص از فیلم سنگام. بعد صدایم را نازک کردم و 1 سطر از آواز فیلم سنگام را خواندم. نمیدانم چطور این سطر به یادم مانده. معنی آن را اصلا نمیدانم. مطمئنم که بیشتر کلماتش را عوضی تلفظ کردم. هر دو به شدت خندیدیم. بعد چند دقیقه در مورد مثلث عشقی فیلم و دختر قهرمان داستان که در انتخاب 2 مردی که عاشقش بودند نقشی نداشت صحبت کردیم. شارپا گفت خودش به سینما چندان علاقه‌ای ندارد، اما شوهرش عاشق سینماست. گفت همراه با او چند فیلم خوب ایرانی دیدند. یک فیلم از کیارستمی و یکی هم از مخمل باب. برایم جالب بود که سینمای پیشرو ایرانی را میشناسد. دوشنبه 16 اوت 1999. امروز از جلو اتاق شارپا که رد شدم عکس‌های روی میزش توجهم را جلب کرد. روی میز پر است از قاب عکس و مجسمه‌های تزیینی. یک عکس از او با مردی همسن سال خودش و یک دختر و پسر در سنین 20 سالگی. حتما خانواده‌اش هستند. همه صمیمی و نزدیک به هم ایستادند و می‌خندند. شارپا و دخترش ساری پوشیدند و مردها بلوز و شلوار سفید هندی. شارپا به میان
ابروهایش یک خال قرمز چسبانده و صورتش را لبخندی از رضایت پوشانده است. یک عکس تکی از دخترش دارد، خیلی شبیه ایرانی هاست. یک عکس هم از همان مرد با کت و شلوار و کراوات، با پوستی کاملا تیره، موهای مشکی، نگاهی خندان و خیره به دوربین. جمعه 20 اوت 1999. از شالپا در مورد مرد داخل عکس‌ها پرسیدم. گفت شوهرم سانجی است. گفتم به نظر ورزشکار می‌آید. گفت هم اسکی می‌کند هم کوهنوردی. از نزدیک به عکس نگاه کردم. باید آدم جالبی باشد. هم ورزشکار است، هم علاقه‌مند به سینما. با چهارشنبه اول 1 سپتامبر 1999 با شالپا برای خوردن نهار رفتیم بیرون. برخلاف من رستوران‌ها و خیابان‌های اطراف را خوب می‌شناسم. قرار گذاشتیم یکی از روزها به رستوران ایرانی برویم که در همان اطراف است. گفت با شوهرش چند بار به این رستوران رفته. قبلا گفته بود که خانه‌اش از اداره دور است. تعجب کردم چطور آن همه راه را برای رفتن به یک رستوران می‌آیند. گفت شوهرش قبلا در این اداره کار می‌کرده. اغلب روزها با هم نهار می‌خوردند. ببخشید من دیگه ادامه نمیدم که زیاد طولانی هست و به هر حال اگر علاقه داشتین و خوندید امیدوارم ازش لذت ببرید. خب سر وقت هستیم. یه نکته رو قبل از این برنامه تموم بکنیم، برنامه بعدی جمع رو من می‌خواستم اعلام بکنم. در ماه سپتامبر جمع نداریم چون بنده خیلی گرفتار مدرسه هستم در اون زمان، ولی در اکتبر برنامه با برنامه روز حافظ ابهام کردیم. روز حافظ در یادتون باشه در 7-8 سال گذشته ما با سنترال سیتی لایبرری کار میکنیم با کتابخانه مرکزی سندیگو و اونا پیش قدم شدن که با ما اپروچ کردن، گفتن که حافظ به این گندگی شما هیچ کاری دربارش نمی‌کنید. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتن خب بیاین یه روز حافظ بگذاریم که این همه شاعرها و نویسندگان و علاقه‌مندانی که امریکایی هستن با حافظ شما آشنا بشن. که خب ما این کار کردیم، چند سال قبل از کووید این کار انجام دادیم. به خاطر کووید طبیعتاً 3 سال قطع شد. پارسال دوباره برگشتیم این کار انجام دادیم. با انجمن شاعرای سندیگو این کار اجرا شد و خیلی عالی بود. در 12 تا شاعر لوکال سندیگو اومدن و اشعار خودشون خوندن و کسانی هم که تحت تاثیر حافظ قرار گرفته بودن مطالبشون رو ارائه دادن. امسال هم در 12 اکتبر تقویماتون یادداشت رو خط بزنید. 12 اکتبر که شنبه هست، متأسفانه ساعتش یه خود ناجور، ساعت 4 بعد از ظهر هست. به خاطر کسر بودجه‌ای که دارن کتابخونه‌ها اینا اوورتایم نمیتونن برن. بنابراین ما تا ساعت 6 تموم کنیم. اینه که برنامه از ساعت 4 خواهد بود تا 6 و دیتیلش رو به زودی بهتون اطلاع خواهیم داد که برنامه شامل موسیقی هم خواهد بود. یه سخنران مهمان انکر خواهیم داشت و به اضافه چند نفر از شاعرای لوکال که دوباره میان برنامه رو اجرا میکنن. حتما این برنامه رو بیاین و حتما دوستانتون و دشمنانتون همه رو دعوت بکنید که بیان در برنامه شرکت بکنن که چون آدینسی که اونجا خواهید دید جالبه. شاید 2/3 امریکایی هستن هر سال و فرصت عالی هست واسه کراس کالچورال اکتیویتی که به هر حال یه آدمایی که توی این شهر هستن با شاعرای ایران، حالا حافظ بهانه است ولی مثلا یک سال هم ما به اسم روز حافظ بود ولی بیشتر به رومی و چیز کردیم، کار کردیم و به همین ترتیب. سال پیش هم به همین ترتیب، ولی امسال روز 12 اکتبر است در سالن بزرگ سیتی لایبرری که امیدواریم همه رو اونجا ببینیم و برنامه خوبی خواهد بود و حتما لطف کنید که خبرش رو پخش بکنید که دوستانی که علاقه‌مندن بتونن بیان. اگه صحبتی نیست من ختم جلسه رو اعلام بکنم. خیلی ممنون از تشریف فرمایید. همراه دروش شما اومدید. خیلی ممنون لطف شما. کتابا اینجا هست، چای هم خدمتتون هست که از خودتون پذیرایی کنید. بی‌نهایت ممنون.